به تازگی ویدیویی از خوانندگی کامران تفتی در فضای مجازی وایرال شده و حاشیه‌های زیادی از سوی کاربران مجازی به همراه دارد. پس از آن فردی به نام هومان تکاو از سوی تیم ناکوک ویدیویی از خود منتشر کرد و درباره خوانندگی کامران تفتی انتقاد کرد. به عقیده او کامران تفتی پلیبک خوانده و صدایش دستکاری شده. او نوشت موزیک در استودیو ضبط شده و افکت گذاری شده. کامران تفتی روش اکت میکنه که زنده به نظر بیاد. به این کار در موسیقی میگن پلیبک کردن. همچنین او گفت بنازمت ای موسیقی نازنینم که هر کسی میخواد یه دستی به سر گوشت بکشه و حس کنه که موزیسیانه اما سواری بهش نمیدی. اگه تا اینجا از ویدیو خوشت اومد حتما ویدیو رو لایک کن تا در ادامه ویدیوی هومان تکاو رو با هم ببینیم. این خیالت هم نبود هیچی میمونه ازم. به 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 باریکلا، پلیبک بسیار زیبایی بود. کار قبلا ضبط شده توی استودیو، افکت گذاری شده، افکت ریورب روشه و صدای خواننده انقدر خوب شده صدای آدم آهنی میده. صدای شما رنگ خوبی داره برای بازیگری و گویندگی، نه برای موسیقی. امیدوارم روزی برسه که بازیگران فقط توی رشته خودشون مشغول باشن، نه توی موسیقی. کامران تفتی در تاریخ 19 فروردین 1358 در تهران متولد شد. او یک برادر به نام کیوان دارد که متولد 1363 و در حیطه موسیقی فعالیت می کند و پدر او نیز اردشیر تفتی است. در سریال خواب و بیدار هم کامران تفتی و پدرش اردشیر تفتی در این سریال به ایفای نقش پیوستند و به جز این سریال در کارهای دیگری با هم همبازی نبودند. کامران تفتی از همان زمان دانشجویی وارد فضای حرفه‌ای تئاتر شد و با اساتیدی چون بهزاد فراهانی، منیژه محمدی و حمید امجد تئاترهایی را روی صحنه برد. کامران تفتی هنوز به صورت رسمی عکسی از همسرش منتشر نکرده، اما او متأهل است و سالها پیش زمانی که میهمان برنامه حالا خورشید رضا رشیدپور بود، با نشان دادن حلقه‌ای که در دستش داشت خبر ازدواج خود را به صورت رسمی اعلام کرد. کامران تفتی حین ضبط برنامه رالی ایرانی در سواحل قشم دچار حمله قلبی شده و راهی اورژانس شد که خوشبختانه این مسئله جدی نبود و در مدت زمان کوتاهی رفع شد و آقای بازیگر سلامت خود را به دست آورد. کامران تفتی یکی از بازیگرانی که همچون رضا عطاران و امیرحسین مدرس علاقه به خوانندگی دارد. کامران تفتی است که میتواند نوازندگی چندین ساز را به خوبی اجرا کند. جالب است بدانید کامران تفتی چندین تگ آهنگ و یک آلبوم موسیقی به نام عکس زمستونی تهران را نیز در کارنامه خود دارد. کامران تفتی در فیلم ناتاشا همبازی پدرش بود. اردشیر تفتی پدر کامران تفتی بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون در سریال خواب و بیدار نقش عبدالله پلنگ خلافکار سابقه داری را بازی میکرد که سالها خلاف را کنار گذاشته بود، اما با ورود ناتاشا رویان و ناهالی در سرقت از بانک و صرافی‌ها با او همکاری میکرد. برخلاف پدر کامران تفتی که فردی معروف و اهل دنیای هنر است، اطلاعات چندانی در مورد مادر کامران تفتی منتشر نشده و این بازیگر در صحبت‌هایش تا به حال اشاره‌ای به شغل مادر و جزئیات بیشتر در این مورد نداشته. برخلاف تصور بسیار از کاربران، کامران تفتی برادر عمار تفتی نیست و تشابه اسمی است که آنها را درگیر شایعه نسبت فامیلی کرده است. گفتنی است عمار تفتی اصالتاً اهل شهر تفت بوده، ولی کامران تفتی یک تهرانی اصیل است و نسبت خانوادگی میان این دو وجود ندارد. کامران تفتی جزو بازیگران با استعدادی است که در کنار بازیگری و خوانندگی اجرا نیز انجام می‌دهد. اولین برنامه‌ای که کامران تفتی در آن به عنوان مجری حضور داشته، برنامه وقتشه در شبکه نسیم بوده است که با برنامه‌های دیگری همچون دست فرمون ادامه دار شد. اولین فیلم سینمایی کامران تفتی به هدف شلیکون بود که کامران تفتی در آن به عنوان بازیگر حضور داشت. او اولین فیلم را در سن 29 سالگی و بعد از کسب چند تجربه تلویزیونی در کارنامه هنری خود ثبت کرد. فیلم و سریال های برتری که کامران تفتی در آنها حضور داشته، سریال پوست شیر، سریال اسیدپاش، سریال رسوایی، سریال میکائیل، سریال بچه مهندس، سریال برادرجان
و خواب و بیدار را به خوبی ایفای نقش کرده است. سریالی که بعد از بازی در آن بسیاری حدس می‌زدند کامران تفتی محبوبیت خود را به شکلی از دست خواهد داد، پوست شیر بود. تفتی در این سریال نقش یکی از اعضای باند خلافی را بر عهده داشت که مسئول ربودن ساحل دختر نعیم بود. ممنون که با ما همراه بودید و اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما کانال ما را سابسکرایب کنید.